در جریان زلزله‌ای که اخیراً تو خوی اتفاق افتاده، بخشی از پایگاه ما آسیب دیدن. به خاطر همین ما بخشی از مراقبت‌های بهداشتی اولیه رو انتقال دادیم به کانکس. بخشی از فعالیت‌های ما پس از زلزله خوی حمایت از ادامه و ارائه خدمات اولیه بهداشتی در روستاهای آسیب دیده بود. به همین منظور یونیسف 8 کانکس از پیش ساخته شده رو در شهرستان خوی و در روستاهای مختلف نصب کرد تا ارائه خدمات اولیه بهداشتی در پایگاه‌هایی که آسیب دیدند ادامه داشته باشه. که این خدمات شامل مراقبت‌های اولیه کودکان مثل وزن‌گیری، واکسیناسیون، مراقبت مادران باردار و پس از زایمان و سایر خدمات.